السلام علیکم تماشابینان به نهایت گرامی قدر، تماشابینان اصیل و تماشابینان عاشق و مشتاق شبکه خانواده نمونه. مادران و خواهران عزیز، امروز تصمیم گرفتم برای شما یک موضوع جالب و موضوع مهم را پیشکش بسازم. موضوع ما نام دارد چگونه شوهرت را به خود جلب می سازی. حالا چند پیام بازبهر زنها تقدیم می گردد، زیرا نخستین قدم به سوی خوشبختی خاندان و موفقیت عائله از جانب زن سرچشمه می گیرد. در سیمای زن چهره زیبا، دل مهربان، مهر صمیمی و نور درخشان تجسم یافتند. بله، زن تجسمگری همه خوبی هاست و هر خاندان از فیض او سرور و سعادت به خود کسب می کند. نبودی زندگی گر زن نبودی، نبودی زندگی گر زن نبودی، وجود خلق را مبدأی ای زن. بنای نیک بختی را بگیتی، تو هم معمار و هم بنایی ای زن. حالا 15 عامل را بیان می سازم که عمل کردن خواهران و مادران عزیز بر آن به خاندان ایشان سعادت و خوشی می آورد. یکم، خواهی که خدا را از خود خوشنود سازی، شوهرت را شاد نما و دائما در اطاعت او باش. دوم، شاد باش، خرسند باش که خدا برایت شوهر بخشید و با این وسیله درهای جنت را بر تو باز نمود. بر این نعمت خدا را سپاس گوی. ادای حقوق شوهر نشان سپاس تو بر خداست. سیوم، با نیت نیک سوی عملها بشتاب. مثلا اگر خواهی طعام آماده سازی، پیش از آن قصد نما که با این کار رضای شوهر را می خواهی. چهارم، پیش از شوهر بیدار شو و صبحگاهان شرایط حمام را برای او آماده نما. پنجم، او را با نوازش نرم، تبسمی سحرانگیز، لمس‌های مهربخش و سلام گرم از خواب بیدار نما. ششم، تا بازگشت شوهرت حجره را با ترتیب آرا و طعام را نیز حاضر بساز. هفتم، هنگام طعام خوری با چهره خندان نزد او بنشین و برایش سخنان شیرین ابراز نما. هشتم، بعد طعام زود لباسهایش را آماده ساز و در لباس پوشی نیز او را مدد نما. نهم، هنگام گسیل نمودن شوهر تا دروازه او را همراهی کن و با تبسم سحرانگیز و دعای صادقانه او را وداع گوی تا چهره درخشان و تبسم زیبای تو چون صورت در ذهن او حین خروج از خانه نقش ببندد. دهم، قبل از بازگشت شوهرت به خانه کارهایت را به پایان برسان و خانه‌ات را نیز مرتب بساز. یازدهم، او را با لباسهای زیبا، بوی خوش و تبسم لطیف پیشواز بگیر. دوازدهم، با برابری وارد شدن شوهر به خانه‌ات از مشکلات سخن مگو. سیزدهم، در تقدیم طعام نصف روزی تأخیر مکن. چهاردهم، اگر به سبب شغل خانه به ظاهرت اهمیت ندادی، عذر خویش را نزد او افشا نما و زود خود را زینت و آرا بده. پانزدهم، برای شوهر طعام‌های شیرین و بالذت آماده ساز و از برنامه و کتاب‌ها طعام‌های نو به نو بیاموز. خواهران عزیز و مادران مهربان، امروزه نوار ما به شما پسند باشد، در نوار لایک گذارید و فکرهای شخصی خود را در کامنتاری بنویسید و تا نوارهای آینده خداوند نگهبانتان باشد.